5 پادشاه بی‌عرضه تاریخ ایران. پادشاهانی که نه با دشمن که با ضعف و تصمیم‌های اشتباه خودشان بیشترین ضربه را به این سرزمین زدند. 1. سلطان محمد خوارزمشاه با یک تصمیم غرورآمیز ایران را مقابل مغول‌ها بی‌دفاع کرد. 2. شاه سلطان حسین صفوی با ترس و ناتوانی سقوط اصفهان و پایان یک امپراتوری را رقم زد. 3. فتحعلی شاه قاجار در تجمل غرق شد و بخش‌های بزرگی از خاک ایران را واگذار کرد. 4. محمدعلی شاه قاجار با به توپ بستن مجلس کشور را وارد آشوب و عقب‌گرد کرد. 5. احمدشاه قاجار پادشاهی بی اراده در زمان او ایران ملعبه قدرت‌های خارجی شد. تاریخ فقط قهرمان ندارد. گاهی بی‌عرضگی یک پادشاه سرنوشت یک ملت را می‌سازد. حالا بگو از کدومشون منفردتری؟ اسمشو تو کامنت ها بنویس و برای ویدیوهای تاریخی